به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان شبکه نجم تیوی، هر یکی شما را خوش آمدید و خیر مقدم میگویم و امیدوار هستم که این روزهای پربرکت و پرفیض ماه شریف رمضان را با طاعت و عبادت و با ذکر و یاد پروردگار گذرانیده ایستاده اید. زیرا این لحظه ها چنانه که برای هر یکی ما و شما معلوم است بسیار لحظه های پرقیمت است. امام ابن جوزی رحمت الله علیه میگویند قسم به نام الله که اگر خداوند از اهل قبرستان بپرسد که شما چه آرزویی دارید، همگی میگویند ما آرزو داریم یک روزی ماه مبارک رمضان را. برای همین دوستان عزیز، برادران، بیایید این ماه مبارک را با طاعت و عبادت و با یاد خداوند و با ذکر و تلاوت قرآن سپری نماییم تا اینکه به رحمت و مغفرت الهی سزاوار گردیم. امروز میخواهم بهر شما یک حدیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم که عبارت از دو کلمه است برای شما نقل کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود میفرمایند احفظ لسانک، یعنی زبانت را نگه دار. بسیار حدیث کوتاه ولی بسیار حدیث بزرگ است. زبان خود را نگه دار از سخن دروغ، از سخنهای بد، از غیبت و تهمت و بهتان زبانت را نگه دار. علال خصوص در این ماه مبارک اگر خواهیم که روزه ما و شما، طاعت و عبادت ما و شما به درگاه الله حق سبحانه و تعالی قبول گردد، باید و حتما ما و شما زبان خود را از سخنهای بد نگه داریم. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری خود که در صحیح بخاری روایت شده است میفرمایند من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که سخن دروغ را ترک نمی کند، خداوند به نخوردن و نآشامیدن او نیاز ندارد. خداوند به گرسنه ماندن و تشنه ماندن ما و شما نیاز ندارد. مادامی که ما و شما اخلاق ما و شما تغییر نیابد و ما و شما سخنهای بد و سخنهای درشت و حقارت و دشنام و غیبت و تهمت را ترک نکنیم، الله حق سبحانه و تعالی نیاز به نخوردن و نآشامیدن ما و شما نیاز ندارد. امروزها میبینیم که در فضای مجازی، در اینترنت و در هر صفحه ها بسیار نفرها مشغول سخنهای قبیح، مشغول تهمت و بهتان و دشنام هستند. بیایید این ماه مبارک فرصت است برای ما و شما تا اینکه سخن دروغ، سخن بد و دشنام و حقارت و هر سخن ناجا را ترک کرده باشیم. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک خود میفرمایند اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب و ان سابه احد او قاتله فلیقل انی امرؤ صائم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که اگر کسی از شما روزه بگیرد هرگز سخن بد، سخن فحش نگوید، ولا یصخب، هرگز صوت خود را با آواز بلند سخن نکند، داد و فریاد مزند به کسی. و اگر کسی او را دشنام دهد یا با او جنگ کند پس بگوید که من روزدار هستم. و در روایت دیگر آمده است فلیقل انی صائم انی صائم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر گفتند که بگوید، دو مراتبه بگوید که من روزدار هستم، من روزدار هستم. یک مراتبه برای نفری که او را دشنام میکند برای او بگوید و یک مراتبه دیگر برای خود بگوید که من روزدار هستم و من نمیخواهم با همراه شما جنگ کنم و نمیخواهم که
برای شما سخن قبیح گویم یا سخن ناجا گویم. بیایید برادران و خواهران عزیز و گرامی، این ماه مبارک را با زیباترین شکل سپری کنیم. بیایید این ماه مبارک را به سخن بد و به سخن درشت و با سخنهای زیبا و نرم گذرانیم. و در آخر بیایید برادران، این نواری که شما مشاهده کردید، تا اینکه اجر و ثواب زیاد در این ماه مبارک صاحب گردیم، اجر و ثواب زیاد را به دست آوریم، این نوار را به هر نفری که میتوانید بفرستید. شاید که در این ماه مبارک یک نفر این نوار را با سبب شما مشاهده کند و از سخنهای قبیح و بد خود را نگه دارد و شما صاحب اجر و ثواب و حسنات زیاد در این ماه مبارک گردید. تا نوارهای آینده، خداوند یار و مددگارتان باشد.